دیدن این فیلم به افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود. جهان در آتش آشوب می سوزد. با اوج گرفتن بحران‌های اقتصادی، اختلاف‌ها عمیق‌تر می شود. جنگ همه جا را فرا گرفته است. حالا مناسب ترین فرصت برای یک تازه کشورهای غربی در جهت استثمار کشورهای توسعه نیافته پیش می آید. سال 1980 چیکار داری میکنی پسر؟ یه همچه غذای گرونی رو داری میدی به سگ؟ چقدرم گرونه؟ تو اصلا میدونی این چیه؟ چیه؟ جوجه سکاره. چی؟ بومیا این اسم روش گذاشتن. دوای سرماخوردگی و سردرد و شکم درده. ایگوانا غذای معروف اینجاست. یعنی میشه هضمش کرد؟ لعنتی این چه آشغالیه؟ تو السالوادور هم شبیشو خوردی؟ حرفشم نزن. تو آنگولا چطور؟ اونجا که خوب بود. گند بود. تو رودزیه چی؟ گند بود. هامبورگ چی؟ گند بود. پس به جز نیویورک غذا بقیه جا گنده. پس اینجا وقت تو تلف میکنی. باید بری نیویورک کار کنی. خودت بیدین اونجا آدم عوضی بیشتره. وقتشی شروع کنه پس. لاخوتیا، مکزیکو.
بلند نشو. گفتم بلند نشو پسر. یه بچه تو ماشین بود. برو زود باش. این کار آخرم بود. تموم شد. دیگه نمیتونم ادامه بدم. دیگه نمیتونم. ارائه شده توسط وبسایت تاینی موویز. لعنتی. هانتر رو گروگان گرفتن. لعنتی. دانی سوار شد. اینجا معدن میکروب و بیماریه. میترسم مریض بشه. هانتر کجاست؟ هنوز اسیر مشتریشه. کدوم مشتری؟ دارم میبرمت پیش اون. خیلی خوب. بس برو. مشتری هانتر یه مرد خیلی ثروتمنده. اون قبلا رئیس یه منطقه وسیع تو صحرا بود تا اینکه قبیلش بیرونش کرد. از اون وقت مثل یه تبعیدی اینجا زندگی میکنه. اون در ازای انجام کاری با هانتر قرارداد میبنده. هانتر پول میگیره و جیم میشه. اما تو فرودگاه میگیرنش. بقیهشو خودت میدونی. پس یکی به دستت رسید؟ آره به دستم رسید. اون کار چی هست؟ نمیدونم. من فقط سر قیمت چونه میزدم. هانتر قبول کرد. به خاطر چی این کاری کرد؟ به خاطر 6 میلیون دلار. پول زیادیه. هوش از کله هانتر پریده بود. چرا این معامله رو جور کردی؟ اون پول نیاز داشت. تو هم کنار کشیده بودی. یادت رفته؟ آره هنوزم کنارم. من کشتن ول کردم. خب شاید، ولی کشتن تو رو ول نکرده. هانتر الان به دنی گذشته احتیاج داره. همونی که تو کارش بهترین بود. اون دنی رو که یادته، درسته؟ بذار رو راست بهت بگم. اگه این کار رو انجام ندی، اونا تو خونه منتظرته. 6 میلیون دلار.
از این طرف. با چشماش داره اوضاع رو میسنجه. باید مراقب این یکی باشی پسرم. پسر من راه و رسم زندگی در صحرا رو فراموش کرده. از وقتی با سلطان حکومت مرکزی وارد جنگ شدیم تمام چیزی که از سرزمین اجدادیش میدونه فقط این تابلوی نقاشیه. پسر اولم حسیب اینجا کشته شد. جلوی چشم بچه هاش. و بعدش در این نقطه تو جنگ میربد برادرش سلیم به شدت مجروح شد و مرد. و بعدم پسر سومم ازم گرفتن، آصف. اونو ناجوان مردانه کشتنش. قانون صحرا میگه خون کشته شده ها فقط با ریختن خون قاتلین اونها پاک میشه. ولی من از انتقام صرف نظر کردم تا جان پسر آخرم بجیت و نجات بدم. به خاطر همینم به اینجا تبعید شدم. من ثروتمندم، قدرت دارم، ولی ثروتمندان میمیرن. وقتی بمیرم میخوام بجیت برگرده به قبیله و خانه اصلیش، ولی این اتفاق وقتی میفته که قاتلین پسرام از بین رفته باشن. واسه این کار نیازی به من و هانتر نداری. افراد خودت که اینجان. افراد من نمیتونن تو انگلیس کاری بکنن. انگلیس؟ انگلیسی ها وحشی ترین سگاشونو برای کشتن مخالفین سلطان فرستادن اینجا. واحد اساس؟ بله، نیروهای ویژه و نخبه. اما اینجا جنگ اما جنگ انگلیسی ها نبود. اونا اومدن تو سرزمین من، پسرای منو کشتن. پس باید با قانون من مجازات بشن. دکترها میگن بیش از 6 ماه زنده نیستم. قبل از اینکه بمیرم باید انتقام پسرامو گرفته باشی، وگرنه رفیقتم با من میمیره. برام مهم نیست چطور قاتلا رو میکشی، ولی باید اعتراف به گناهشون رو برام ضبط کنی و مرگشون هم باید تصادف به نظر برسه. تبعاتش نباید دامنگیر پسر من بشه. حالا برو به انگلیسیان نشون بده که جنگ هنوز تموم نشده تا اینکه دو طرف راضی باشن. میخوام هانتر رو ببینم. دنی. نه دنی، نه 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 نه. تو اینجا چیکار میکنی؟ زود از اینجا برو. حالت خوبه؟ آره حالم خیلی خوبه دنی. زود باشه اینجا برو پسر. برو برو برو. من به خاطر تو نیومدم. فکر دخترات منو کشونده اینجا. منم به فکرشونم. میدونم. واسه چی این کار کردی؟ مخارج خونادم کم نیست دنی. مگه چقدر خرج دارن؟ 6 میلیون دلار. نمیپرسن از کجا اومده؟ میدونستی کار خطرناکیه، درست میگن؟ البته واحد اساس لعنتی یه بلیت یه طرفه به اون دنیا بود. به هر حال تو این شرایط نمیتونم تنت بذارم. هی! اونو واسه شاب کن بیار. دلم واسه تنگ شده بود. من همین که از این بازی کثیف کنار رفتی واقعا خوشحال شدم. جدا بهت افتخار میکنم. کنار بمون. دیر شده. دیگه نمیتونم تنهات بذارم. باید زودتر میزدی به چک.
رأس کار. داری چی کار میکنی؟ ساعتمو دزدیده بود. زود باش فانو در آواز کن. بچام. اسلحه بده. آفرین آفرین. اگه دوست دارین بمیرین بعدم نمیاد دستورشو بدم. متاسفم پسر. پدرم زنده میخوادش. سعی تو کردی ولی میدونستی گیر میفتی. همه رو میشه گیر انداخت. تو میدونستی هدف کیه و میدونستی هانتر از پس این کار بر نمیاد. تو اونو تومه قرار دادی. موضوع خیلی پیچیده است دنی. فکر میکنی من انقدر باهوشم؟ ها؟ برو بیرون. تو هم گروه تو گم کن. دیشب جا تو بازی بریج خالی بود. من که بریش بلد نیستم. به علاوه هنوز دارم سعی میکنم بفهمم چی زیر این خونه است. به نظر من کار بزرگیه. زیادی هم بزرگه. بچگی من یادت نمیاد درسته؟ آره دیگه خیلی گذشته. من آن فریزر هستم. آن فریزر. اون که موهاش قرمز بود. آره. یه کله قرمز پررو. دو تا چشم وسطش داشت. آره خدای من. پاریس، فرانسه. هی 50 چوب بهم بده کاری. گفته بودم برمیگردی. دلمون برات تنگ شده بود. جدی؟ خب حالا اینجا ها میخوای مشتمالت بدم؟ ها هنوزم کارت خوبه. هیچی از یادت نرفته. یه قاتل واقعی هستی. بریم حرف بزنیم. بیا. این مدت که نبودی خانواده که تشکیل ندادی. نه پس وابستگی نداری درسته؟ فقط هانتر. فقط هانتر. خب اول میخوای با اسای سرشاخ بشی؟ اونا شکاکن رفیق همیشه پشتیبان دارن. دوم باید از صحرا اطلاعات بگیری ولی کسی چیزی بهت نمیگه. واحد اسایس به عنوان مشاور رفتن اونجا. آخرش هم قاطی جنگ مزخرف شدن. و سوم باید ازشون اعتراف بگیری اما اونا تعلیم دیدن که زیر شکنجه صداشون در نیاد. و اما چهارم دنی اونا یه گروه نخبه‌ای بیشن که حتی کماندوهای دریایی و یه مشت جوجه سرباز فرض میکنن. اون وقت تو چی میخوای؟ میخوای 3 تا از این گوریلا رو بکشی تازه مرگشون هم تصادف جلوه بدی؟ من فقط میخوام دربارش فکر کنی. زودم جواب بده چون به هر حال من ادامه میدم. تو چی فکر کردی احمق که من تنهات میذارم؟ تازه یه خورده حساب شخصی هم باهاشون دارم. قرار بود تو پاراس باهاشون همکاری کنم ولی اونا به هم نارو زدن. برای چی قبولت نکردن؟
مثل اینکه حوض کرده این بطری رو بکومم تو سرت. باز ناراحت شدی؟ میخوای آب نبات برات بخرم؟ من عاشق آب نباتم. طعم توت فرنگی میخوای یا په؟ مایر. منم هستم. چرا؟ خب به خاطر 6 میلیون دلار. چجوری قسمت میشه؟ پول واسطه رو کم میکنی، بقیهش 50-50 تقسیم میشه بین شما 2 نفر. 50-50. پس خودت چی؟ من به خاطر هانتر این کارو تو خیلی با معرفتی. با معرفت یا احمق. شیخ فقط یکی از اونا رو شناسایی کرد. از طریق اون اسم 2 نفر دیگر رو پیدا کن. از کسی که تو میربد کشته شد شروع کن. فعلا هدف ما مردی به اسم استیون داگلاس هریس. بعد از جنگ تو صحرا موند و حالا خلبان هلیکوپتر نیروهای ویژه سلطانه. خوبه، سر تاشو در میارم. من و مایر میریم اونجا سراغش. دنی؟ مسقط، عمان. روز تعطیلی کمپانی سی. امیدوارم همبرگراشون پر از شنواسه شده باشه. یه رنج رو بره سفید داره میاد طرف تو. راننده شریفی. Come on up. بس دیگه داری کفر منو در میاری. تو هیچ وقت آدم نمیشی هریس. تنها چیزی که برات مهمه فقط پوله. واقعا شرم‌آوره. پیرفورد، انگلستان. محل تفریح واحد SAS. اینطور که شنیدم میگن جنگ میربط خیلی وحشتناک بوده. ببینم نظر تو هم همینه؟ کاملا همینطوره. یه رفیق من اونجا بود. لندن، انگلستان. اسپایکی تلفن بردار. خیلی خوب باشه. الو. اسپایکی. I'm on top of that bloody thing next time and I mean it. خب گوش کن چی میگم اسپایکی. یه نفر اینجا بود که دنبال اطلاعات درباره واحد SAS تو میربط بود. میربط؟ دیگه؟ میگفت یه نظامیه ولی به نظر راست نمیگفت. نمیدونم شاید من زیادی شکاکم. فقط شکاک بودنت باعث نمیشه چیزی رو که میخوان ازت در نیارن. خیلی خوب رفیق. خوب گوش کن چی میگم. باشه. یکی از بچه‌ها رو میفرستم کشیک دیویس رو بده. یکی از مامورای ما اونو تا بخش صدور ویزای سفارت عمان تعقیب کرد. اینطور که میگه اهل ولزه و اسمش هم جونزه. وقتی خارج شد ما گمش کردیم. گمش کردیم؟ چطور؟ دیگه برنگشت تو ماشینش چون دزدی بود. در هر حال اون 4 روز دیگه به صحرا پرواز میکنه. من میخوام بزنم یکی از افرادم اونو بپاد.
این موضوع در شرایط فعلی خیلی مهمه. جنگ کثیفی بود. کاری که اونجا کردیم سوال برانگیزه. صحرا یک محل خطرناک برای ماست. اگه این عوضی بخواد دردسر درست کنه باید بدونیم کیه و چی میخواد. من میگم باید یکی رو بفرستیم سراغش. خیلی خوب اسپایکی، خودت یه مأمور خوب باید توجه کنی که ما همه مأمورای سابق اساسیم. ما باید از مأمورای سابقمون حمایت کنی و تو اسپایک اگرچه دوست نداری قبول کنی ولی تو هم مأمور سابق اساسی. یادتون نره ما حالا تاجر و بانک داریم. کاری که اینجا میکنیم غیر قانونیه. نباید هیچ ردی از فعالیتمون باقی بمونه. پس مردانی بال داریم. دستی نداریم که اثر انگشت داشته باشیم. اسپایک مرد خوبیه. اساس با رفتن اون یه سرباز خوب از دست داد. اما مشکل اینه که اون هنوز فکر میکنه عضو اساسه. خلاصه یکی باید کارهای کثیف رو انجام بده. هیچ کدوم نمیخوایم دستمون خونی شه. گوش کن، من هیچ مشکلی با خونریزی ندارم. چیزی که من نگرانم فقط روزنامه هاست. باید مطمئن باشیم اسپایکی اسم ما رو به رسانه ها نکشونه. چطوری زبون عربی هنوز خوبه نه؟ بدک نیست. تو باید بری صحرا. یه مورد مشکوک داریم. باید تحتوشو در بیاری. باز فطرت خوششانس. اولین بار بود به موقع رسیدیم. به این میگن خوششانسی. Where are you staying? I'm staying at the Hilton. As a matter of fact, so am I. What room are you in? Why would you like to know? You are smooth. ما وسط این بیابون خوش چیکار میکنیم؟ من گفتم بده قایمش کنه اونم قایمش کرده. شانس آوردیم کسی پیداش نکرده. خفه شما یار. متشکرم. ممنون. این تیکه ها با کاشیای حمام مطابقت داره؟ 100%. هریس میاد خونه، ماشینشو پارک میکنه، روز سختی داشته، میره دوش بگیره که پاهاش لیس میخوره و سرش با دیوار همون برخورد میکنه. کاری که این چکش میکنه پرونده بسته میشه. کن دیگه. شما دارین راهتون اشتباه میرین. That birdie screwing's married. Why don't we just pop them both and make it look like husband did it? Pop them both. What's she ever done? It's Harris we're after. Poor bastard. 10 سال بعد از جنگ باید به خاطر اجرای دستوری که بهش دادن بگیره. از وقتی وارد انجمن شد میدونست داره چیکار. کدوم انجمن؟ انجمن قاتلین. ممکن بود من و تو جای اون باشیم. ولی نیستیم. خوشحالم تا حالا حتی یه محلی رو نکشتم. قصد توهین نداشتم. بریم کارشو تموم کنیم. دوست منو ببخش، این یه عوضی بد دهنه. اون داره وسط بیابون کجا فرار میکنه؟ بایر راه خروج چا اونجاست. یه رنگیز پشو. کجا رفت؟ ما باید کارمون رو جلو بندازیم. فردا باید حساب هریس رو برسیم. دیویس مراقب باش به اون زن آسیبی نرسه. اون ارتباطی با قضیه نداره.
wanker. ما محقق تاریخ جنگی، من باهاش حرف میزنم باشه؟ یه جای دنیا الان ساعت 5. فکر میکنه این فیلم های مستند رو قراره تو تلویزیون هم نشون بدن؟ بشین رو صندلی. اون آشغالای کمپانی سی شما رو فرستادن. چی شده؟ ناراحت شدن همبرگرشون پر از چون و ماسه شد؟ ها؟ سلام بچه‌ها. من تا وقتی وکیلمو نبینم حرف نمیزنم. برگردیم به گذشته. روستای کام. تو یه فرمانده محلی رو کشتی. اسمش حسیب امیر بود. اینو قبول میکنی؟ فکر میکنم شما دوتا دارین شوخی میکنین. تو فرمانده دسته اونجا بودی. آره، من فرمانده عملیات اونجا بودم. پس تو حسیب امیر رو به قتل رسوندی. چند نفرم شاهد بودن. تو اونو جلوی چشم خونوادش کشتی. خیلی خوب. گیرم انداختین. من این کاری کردم. گور باباتون. حقای خوبی بود. حالا دستمو باز کنیم. بلند شد. این موامو نکش عوضی. چیزی که میخواستیم به دست بگیریم. خیلی خوب، اگه بهتون بگم یه نفر دیگه اونو کشته چی میگین؟ خب اسمش چیه؟ اسمش یادم نمیاد، ولی یه کتاب راجع به ماجرای صحرا نوشته. اسمش روی جلد کتاب هست. البته سواد میخواد. ببرش تو همون. نه سب کنید. نمیدونم چرا وقتی قیافه تو رو میبینم یاد گذشته خودم میافتم. اسمش کاپیتان مسخره بود. مسخره. جفتتون رو مثل سگ میکشن. شما تا دیوونه این زده به سرتون. درسته؟ دستتون رو سرم بردارم وسیع. دیگرش دار. دیگه شوخی ازت گذاروندید. وقتی دستم بهتون برسه سر هر دوتون رو میکنم تو سوراخ توالت. ثابت میگرد. دیوونه های بدبخت عوضی. I need money for the taxi. I had to take a taxi. I had a flat. ملان کنم ورسید! پرونده بسته شد. متشکرم. طبق آخرین اطلاعی که از بخش اقتصادی کشور به دستمون رسیده، بازار طلا همچنان داغه و لحظه به لحظه به قیمت اون افزوده میشه. کارشناسان به نظر کاری که از تو بر نمیومد دوستت انجام داد. من نمیخواستم. اگه نمیخواستی نمیتونستی. اون انتخاب حسیبو گرفت. این یه خبر خوب برای پدرته، نه برای تو. منظورت چیه؟ 3 تا برادرت مردن، تو شنا دفن شدن. و تو نخواستی انتقامشونو بگیری. میترسی دستات خونی بشه؟ بهتره به این شرایط عادت کنی. هیچ قصری منتظر تو نیست، فقط یه چادر و یه چاله برای رفع حاجت. یعنی بدترین کابوس توه، چون اون موافق میشه. وقتی کارش تمام بشه تو باید برگردی سر و اون وقت من تو رو پیدات میکنم و دعا میکنم که درست بزنم تو مخت. Well, what do you think? Yeah, it's coming along.
What are you doing for New Year's Eve dinner? Oh, shit. میدونی غریبه های این اطراف کارای عجیب غریبی میکنن؟ بس کن، فکر نکنم من جزو غریبه ها باشم. شاید، ولی غیر عادی که هستی. در یه احساسی بهم میگه تو میخوای یه چیزایی بهم بگی. جدی؟ بیا، منتظر چی هستی؟ اون بیرون جشنه. Party's outside. Happy New Year. It's a tradition around here. Happy New Year. لندن، انگلستان. لعنتی. جنگ میربط. اسم بچه ها پشتش نوشته شده. همه چی درسته؟ یه چیز دیگه. افراد من تو صحرا یه مشکل خیلی بزرگ دارن. یه نفر تعقیبشون میکنه. پس باید ببینیم اون کیه، درسته؟ آره. پس اینجوری زندگی تو میچرخونه. ببخشید؟ عکس سربازا. این کار اسمش حقه بازی نیست؟ من حوادث تاریخی رو بازسازی میکنم به طور کاملا موثق. وقتی عکس جنگ میربط رو دیدم لرزم گرفت. تو میربط بودی؟ دوستم اونجا بود. امیدوارم یه نشونه ازش پیدا کنم. تو عضو SAS هستی؟ بودم. به نظر من بهترین راه پرسجو از افراد گردانشه. اونا چیزی بهم نمیگن. چند ساله دارم همه جا رو دنبالش میگردم. آنگولا و جای دیگه. اومدم پیش تا غیر رسمی کمکم کنی. خب شاید یه چیزی بتونم برات پیدا کنم. چند دقیقه بهم وقت میدی؟ خواهش میکنم. یه مرد مشکوک اومده اینجا درباره جنگ میربط ازم میپرسه. ادعا میکنه عضو گردان بوده. نه امکان نداره عضو SAS باشه. آره داره دروغ میگه. نه بابا معلومه داره نقش بازی میکنه. کولینگ در لحظه‌ای که داشته با رابط من راجع به مردی که درباره جنگ میربط ازش اطلاعات می‌خواسته حرف می‌زده تلفن قطع میشه. باید همونی باشه که ما دنبالشیم. پیداش می‌کنیم. وگرنه یکی دیگه از افراد جنگ میربط کشته میشه. این افراد کیا هستن؟ همشون از خودمونن. کسانی که جرأت کنن با افراد SAS سرشاخ بشن بدون تردید باید یه مشقاتل حرفه‌ای درجه 1 باشن. اونا هدف خودشون هم کاملا نشون دادن. صحرا منبع همه چیزاست. صحرا. هممون میدونیم افراد ما تندروی کردن. صحرا و جنگ میربط باید فراموش بشن. به نظر من باید اینو به اون ولزی بگی. حق با اونه. ما باید این مأمور قلابی و گروهش رو پیدا کنیم. تو این سند نوشته یه افسر SAS پسر شیخو در نبرد میربط کشته. وارویک استیون کریگ تنها افسر اون شبه که هر کسی تکون میخورد فوراً میکشت. یه هیولای واقعی، یه قاتل به تمام معنا، کلی عکس داره. اینو از کجا گیر آوردی؟ از یه عکاس جنگی. نمیخواد نگران باشی. خوابون دیگه نمیتونه با کسی حرف بزنه. این جزء برنامه ما نبود. بس کن، وقتی پاتو بذاری تو باطلاق هر اتفاقی ممکنه بیفته. چرا طبق نقشه کار نمی‌کنین ها؟
تو که این گریکو تحت نظر گرفتی عقیدت چیه؟ زنش تو بیمارستان بستریه. زمانی که تدریس نیرو رو نداره میره بیمارستان پیش زنش. چرا همونجا نزنیمش؟ نه نباید پیش زنش این کارو بکنیم، اصلا درست نیست. بسیار خوب. خب فقط 4 نفر از بازمانده های جنگ میربط تو انگلیسن. من برای 3 نفرشون مأمور گذاشتم. تو هم مراقب معروف ترینشون باش. وارویک گریک شوخیت گرفته؟ ای کاش اینطور بود. میدان تمرینات SAS بریکومبیکانز منطقه انگلستان. تمرین راهپیمایی نیروهای برگزیده SAS 75 کیلومتر با یک کوله‌بار 20 کیلویی. هر چند سال یه نفر تو این تمرین کشته میشه. اصلا فکرشم نکن. چرا نکنم؟ در حین راهپیمایی این منطقه پر از افراد SAS میشه. آره ولی خودت گفتی گاهی یه نفر کشته میشه. چجوری میخوای گیرش بندازی؟ چند ماه تمرین میکنه مثل یه خرس پرقدرته. میتونیم یه خورده از قدرتشو کم کنیم. انسولین و کلورپروپامید. لطفاً اینجا رو امضا کنید. خبری نشده؟ نه گریک هنوز پیش همسرشه. بگی رئیس حالتو جا میاره. ممنونم. گرگ برگرد، بهت احتیاج دارم. آقا دیوونه!
ممکنه باورت نشه ولی یه نفر مراقب گرگ بود. جدا؟ فکر میکنی همکار همونی باشه که تو صحرا ما رو میپایید؟ ممکنه، کارش خوب بود ولی هر کی هست دیر رسیده. خوبه، عالیه. کروما حسابی کندش میکنه و انسولین بهش شوک میده. البته به تو کارگر نیست. کی میخوای اینا رو بهش بزنی؟ قبل از تمرین. اونجا پایگاه اساس دنی که تو توش تعلیم دیدی. پس بعد راههای نفوذ محل گشتی ها یادت میاد. تو خل شدی. نمیخوای شروع کنی؟ تو واقعا یه دیوونه زنجیری هستی دنی. مقر SAS هیرفورد، انگلستان. فرصتمون خیلی کمه بچه، حواستون رو جمع کنه. مهمون داریم. شب خوبیه. نمیتونی اینجا توقف. من توقف نکردم، کامیونم توقف کرد. اگه حرکتش دادی خودمون این کارو میکنیم. باشه رفیق، ولی بد جوری داره روغن پس میده، نمیدونم چی کار کنم. بذار خودم نگاهی بندازم. افراد سوار کامیون شیم. برام مهم نیست از کدوم گردانی یا اینکه فکر میکنین چقدر نخبه‌ای. من فقط میخوام ببینم چند مرد حلاجین. سوار شین، بجنبین، زود باشین. دستشو به خوردش دادم. براش کافیه؟ آره، اون حالا دیگه یه مرده است که فقط راه میره. دنبالش برو. اسم اون سلیم امیر بود. این اسم یادت میاد؟ تو اونو کشتی، تو اونو به قتل رسوندی سرگرد. آره من کشتمش، من اون پس فطرتو کشتم. حالا که چی؟ یعنی نمیخواست این کارو بکنه. پسرت هم نمیخواد برگرده به صحرا. حالا اینکه باید تقاص این کارتو پس بدی، اونم همین الان. وزیر دفاع امروز از مرگ یک افسر ارتش در حین مانور نظامی خبر داد. سرگرد 33 ساله ارتش وارویک گرگ بر اثر فشار شدید تمرینات در کوهستان بیکونز از دنیا رفت. هوای سرد و طوفانی منطقه علت اصلی مرگ این افسر. شما باید احترام مرگ وارویک رو نگه دارین.
حال کردی؟ براتون هدیه آوردم. هی! از طرف افرادم در آنگولا. اصلا نمیدونم چجوری میتونی بخوریش. خب ببینم چیزی پیدا کردی؟ دارم روش کار میکنم دنی. نگران نباش، فقط یکی دیگه مونده. بعد از این کار یه کار توی جای قشنگ و آروم براتون جور میکنم. دیگه بعد از اینی وجود نداره. من یه کرکسم. زندگیم بسته به قاتل هست. این به من یه غریزه منحصر به فرد میده. تو موضوع 2% رو شنیدی؟ تو یکیشون هستی. دیویس، گروه SAS، کماندوها، مزدورا، قهرمانا. شما همتون 2% از کل آدمایی هستین که قاتل بالفطره به دنیا میایین. واسه همین هیچ وقت نمیتونین کنار بکشین. نمیتونین از چیزی که هستین فرار کنید دنی. من چیزی که میگی نیستم و این فقط کار منه. البته میتونم کارهای دیگه یا بکنم. آره درسته، حرفات خیلی قشنگه، ولی بهتر اول روی کارمون تمرکز کنیم باشه؟ هدف سوم تو سرگرد سایمون مکانه. سایمون مکان دیوونه. چطور پیداش کردی؟ پرسجو کردم. خیلی راحت بود. این روزا اون دیگه مزدور شده، برات یه هدف ثابته. بنابراین نگران نباش. بهت گفتم برات یه هدیه میارم. میدونی که کجا پیدام کنی؟ به اون مار زنگی اعتماد نکن، داره دروغ میگه. جدی؟ از کجا فهمیدی؟ لباش تکون میخورد. اون اسم هدف سومو بهمون داد. تو هیچ کاری واسه هدف آخر نکردی. یکی دنبالمونه دنی. میخوام هانتر آزاد بشه. میخوام تمومش کنم. منم میخوام از پولی که گیرم میاد لذت ببرم. پس اول باید یه خورده واسه خودت دل و جرأت بخری. میریم سراغ مکان باشه؟ دلم برات تنگ شده. I convince myself that everything's okay because when I'm with you, I'm happy. Then you go away and I realize that I know nothing about you. نمیدونم کجا میری، چی کار میکنی. تو یه زندگی کاملا جدا داری دنی. Is there someone else? Come on in. Well, then what is it? I mean, Jesus, what are you not telling me? What are you hiding? Can we talk about this when I get back? To hell with it. چیه؟ You show me a beautiful woman, I'll show you a bloke that's sick of her shit. Shut up. Roger that. آره خودشم. سرگرد سایمون مکان. اون در خدمت سلطان بود تا 4 سال قبل که بازنشسته شد. با یه خط چطوری بچه ها؟ ای عوضی داری چی کار میکنه؟ کتک میخوای؟ باره گم شو مثل بازنشسته ها نمیمونه. بهت که گفتم یه بام زیر خودروش منفجر شده. از اون موقع سیمش کلن قاطی کرده. نمیتونه سر هیچ شغلی بمونه. یه روانی به تمام معناست. وای خدا. خیلی خوب کافیه. برو تو. اون چه چیکار میکنه؟ خیلی خوب. برو تو. همونی که تو بیمارستان باش درگیر شدم. بریم. صبر کن. حالا را بیار. برو دنبالش. مک منم. حالت خوبه؟ آره هنوز دارم بچه پر روها رو از دم در خونم فراری میدم. خیلی خوب. فقط خواستم مطمئن بشم.
اونی که جگوار سبز داره اسمش چیه؟ اسمش اسپایک لوگانه. اونم سابقا این کاره بوده. یه چشمشم تو قهرمان بازی تو یه جای دنیا از دست داده. هیچ شغلی نداره، فقط وقت میگذرونه. تو میدونی این بابا واقعا کیه؟ منظورم اینه که تو یه چیزایی رو در مورد اون از من مخفی تا بی خود نگرانشی. نه بی خود نگرانش نیستم. تو هم باید نگران باشی. هر جا که افرادم میرن اون قبلش منتظرشونه. اگه نظر منو بخوای میگم وقتشه یه خورده با هم رو راست‌تر باشی. آره، ولی کسی نظر تو رو نخواسته. با شما به عنوان محافظ امنیتی مصاحبه میشه آقای مکان. راست شماره شما رو از یه دوست مشترک گرفتم. جدا؟ پس شنبه 17 ساعت 10 صبح. باشه. آدرسو که داریم؟ بله دارم. خداحافظ قربان. میره اونجا. خوبه. من سر در نمیارم. مکن اینجا زندگی میکنه. برای مصاحبه ساعت 10 صبح روز 17 میره اینجا و حتما از این رو میاد. بوستون بریک عالیه. اون دفعه تو بوستون گن زدی. اون روز حالم خیلی بد بود. 10 روز وقت داریم. 10 روز؟ هرچی زودتر تمومش کنیم بهتره. اون روز باید چند تا کمک به خودم بیارم. باشه یعنی چی؟ مکان تحت نظره. چطور میخوای ازش اعتراف بگیری؟ نمیگیرم، جعل میکنم. نور کم و نقص دوربین. تو هم میتونی اون باشی، فقط باید متقاعدشون کنم گزارشمو قبول کنن. تو کی هستی؟ کسی که میتونه با یه هلیکوپتر ناشناس و یه اسلحه پرواز کنه. میتونین هر چی بخواین سلام کنین. هر چی بخوام. من کسیم که مسئول این پرونده هستم. ما سوالاتی داریم درباره انجمن غیرقانونی شما، انجمن مردان باردار. ما باید اون سیارتون رو زودتر درمان کنیم. و بعدش ما اینو میذاریم تو دستور کارمون. آقایون چند لحظه دیگه میاییم پیشت. من میخوام یه محافظ برای سرباز مکان گذاشته بشه. من میدونم که مکان دوست قدیمی توه، ولی چه ربطی به انجمن ما داره؟ این تنها فرصت ما برای گیر انداختن قاتلین گریک و هریس. مقامات هیچ مدرک موثقی مبنی بر قتل اونا پیدا نکردن. نبود مدارک یعنی چی؟ تمام مدارک اینجاست. همه شما که تو این اتاقه میدونین که اونا به قتل رسیدن و در ضمن میدونین که مکال نفر بعدیه. دیگه کافی اسپایک. ما باید تا دیر نشده یه کاری بکنیم. میتونیم درباره‌اش رأی بگیریم. بله، ولی باید همه اعضای انجمن حضور داشته باشن. پس باید صبر کنیم. اسپایک. پیرمرد با اینکه میدونست باید رای بگیریم دوستشو فرستاد بیرون. اسپایک خواهش میکنم گوش کن چی میگم. موضوع داره گنده میشه. مقامات دارن فشار میارن و مرتب راجع به ما سوال میکنن. اونا به فکر آبروی خودشون. من این کارو برای حفظ آبرو نمیکنم. مخالفت معمولی با عدم همکاری خیلی فرق میکنه. من اینطوری نمیتونم چه کار کنم. تو میدونی ما تو کارهای تو هیچ نقشی نداریم. فقط تو مامورای ما رو میشناسی و دستورت هم از طریق تو صادر میشه. خب اینا به بیرون درس کرده و این تویی که سقوط میکنی. سقوط؟ از کجا؟ من دیگه با انجمن کاری ندارم. خودم پیداشو میکنم. پسر خوبیه، نگران نباش. دهنش سفته. تو مطمئنی کاری ازش برمیاد؟ آره. به دوستت تو صحرا سلام منو برسون. دنی، تو هم اولین کارتو اینجوری شروع کردی؟ این کار اولته؟ خدای من، فردای روز کار اولم همش بالا می آوردم. من جوون و احمق بودم، چیزی که خوراک این کاره. من کارمو خوب انجام میدم. کار راحتیه، درسته؟
کشتن راحته، زندگی کردن سخته. اگه دیدمش با تماس میگیرم. هرچی گیرت اومد خبرم کن. جایزه پیاده کردنش خیلی زیاده. چارچشمی دنبالشم. یکی دیگر رو بریم تمومش. اومد. دیر کرده. فاصلت از 20 متر کمتر نشه. باید دید کامل بهش داشته باشه. خیلی خوب باشه. کجا گواهینامه تو گرفتی؟ من دنبالشم. میتونی ببینی. درسته، یه دقیقه دیگه دنی رو میبینی. به پا گمش نکنی چه؟ نگران نباش، دارمش. هدف دیده میشه. دارم گمش میکنم. زود باش، جک برو پشت سرش. عجله کن، برو پشت سرش. بزنش کنار. خیلی خوب، از این تانکر بزن جلو. داری چی کار میکنی مایر؟ نباید فاصله باش زیاد بشه. مایر کارو خراب نکن. باید شمارش معکوس رو شروع کنم. آروم باش. دیویس فاصله رو بهت میگه. 400 متر. خیلی خوب، بگو. 300 متر. آماده باش مایر. 200 متر. اون داره میاد. فاصله 100 متر. حالا وقتشه. خفه شو. حالا مایر. ترمز عقب. ترمز عقب. غیر ممکنه جون سالم به در ببره. هدف مرده، کارش دیگه تمومه. تو موفق شدی مرد. ماشین رو نگه دار. باید مطمئن شم کارش تموم شده. هدف مراقب داشت. برو به نقطه خروج. بیارش سمت ما. اون یه مراقب داشت. دهنشین مایر کار رفتش را بیافت. برو. اون کیه؟ من نمیدونم، ارتباطو قطع نکن دیویس. پسر با چه سرعتی هم داره میاد. خیلی خوب، حالا موقعش زود باش، دور بزن جک. جواب بده دیویس. دیویس تو کدوم گوری هستی؟ میگیرم پس ماشین رو نگه دار. پیاده شو، برو. اون لعنتی داره با سرعت میاد. از ماشین بیا پایین. تو مال کدوم گوری هستی آشغال؟ از ماشین فاصله بگیر. سر باش. جک، ماشین رو بگرد. جلو نیا. نه.
کارت هویت ندارم. هیچ لعنتی هیچی نداره. پس اون کیه؟ نباید اینطور میشد. نباید این اتفاق میافتاد. آروم باش دنی. آروم باشم؟ کاردش تر و تمیز انجام میشد. تموم بود. دنی کجایی؟ دنی جواب بده. عجیبه جواب نمیده. چه بلایی سرش اومده؟ نکنه لو رفته؟ لعنتی. این پاس فدرات کیه؟ نمیدونم. دارن دنبالم میگردن ولی از نیروهای دولتی نیست. جک به این شماره زنگ بزن. به واسطه اون بگو فوراً اینجا رو تمیز کنه. بیسیم ماشینم وصل کن. بعدش من. پس تموم شد. آره تموم شد. امشب پرواز میکنن. تو هم باید گم و گور بشی. اونا دنبالتن. سهم مایر چی میشن؟ لابد یکی تو زندگیش داره. تفلک مایر میخواستیم بریم اسکی خیلی دوستش. آره مراقب باش. تو هم همینطور دیویس. متاسفم هنوز داریم دنبال دنی میگردیم ولی پیداش نمیکنیم. متشکرم. اگه امر دیگه ای داشتین خیلی گشتمه. لطفا یه غذا خوب بیار. بله. اون ولزی رو پیدا کردم. مطمئنی خودشه؟ مطمئنم. لباستو بپوش. زود باش زود. عجله کن دیویس. Say word to anyone. Do you understand? تو سایمون مکانو کشتی؟ ها؟ همینطور کمپلو. اون کجاست نوازی؟ من اسمشم نشنیدم. تمام صورت این بود. بله اسپایک. ما دیویس رو گرفتیم. داریم میاریمش پیشت. کارت خیلی خوب بود پیناک. حالی بود. بهت تبریک میگم. میخوام هرچه زودتر اون پس فطرت رو ببینم. هی اسپایک انگشتاتو میبره میکنه تو حلقت. خوشت میاد؟ قدم نمیاد. پس خوشت میاد. آره درست. برو تو ماشین. بجام. کثافت فرار کرد. سوارشو بیار. اونها شب از یه گنده بک اونجاست. زود باش در باز کن.
جنازش به چه درد من میخوره؟ این کاغذ همراش بود. یه شماره تلفن، چقدر عالی. این بهترین شانس ما بود که بفهمیم اون کثافت‌ها کیا هستن. ازش عکس بنداز و رد این تلفنم برام بگیر. مقای بیارسه. بندازش. با دست چپ اسلحه‌تو بنداز زمین. سرش بده طرف من. اون ولزی که آوردنش پیش تو الان کجاست؟ مردش آوردن. تو کشتیش. یک کامیون موقع فرار زیرش کرد. اون واقعا خوششانس بود چون خیلی راحت مرد. اون دوست صمیمی من بود. جدی؟ مکانم دوست من بود ولی شما اونو کشتین. نه. دیویس، مایر، هریس، مکان، کریک، کمپل. خیلی ها تو این فهرستن. کاری نکن تو هم بری تو فهرست سپایک. برو تو. تو کسی؟ اهمیتی نداره. بعد از امشب دیگه وجود نداره. منظورت از این ارچی آشغال؟ کارمو کردم. تموم شد. اینطور فکر میکنی؟ نه یونیفرمی، نه جنگی، نه نیروی ویژه‌ای. تو حتی نمیدونی با خودت چی کار کنی. همطور که کسی دیگه ای نمیدونه. درسته؟ غلطه. تو اسممو میدونی ولی منو نمیشناسی. تو اصلا نمیدونی با کی طرفی. واقعا دنبالم نگرد. کاری نکن اسمت بره تو فهرست. اعتراف سوم. قاتلا به سزاشون رسیدن. حالا میتونی برگردی خونه. میتونی دوستت هم ببری. پولت هم به طور کامل میگیری. اونو بیارینش اینجا. بیارینش اینجا. چه چونه بابا؟ میخواستم ساعتمو دستم کنم. شما چه مرگتونه؟ حالت خوبه؟ آره. نقشه چیه؟ اینجا میریم. خیلی خوب، از زودتر بریم. مطمئن بودم خودتو به کشتن میدی. چطور این کارا رو کردی؟ چجوری موفق شدی؟ فراموش کن، نمیخوام دربارش حرف بزنم. میفهمم، ولی متشکرم که نذاشتی بچه‌ام بی پدر بشن. هیچ وقت نمیتونم کارایی که برام کردی جبران کنم. هیچ وقت. چرا میتونی؟ فقط از این کار بیا بیرون. این کار کثیف و ول کن. مزدوری هم دیگه بسه. باشه قبوله. بهم قول بده که از این کار کنار میکشی. بهت قول میدم کنار میکشی. خوبه. غیر از این تمام زحمتامو بی نتیجه میشه. راستی بچه‌ها چی کار میکنن؟ پس تموم شد؟ یا دوباره برمیگردی؟ نه. خب حالا میتونی همه چیزو بهم بگی؟ هر چیزی بخوای میگم. خوبه. ولی دیگه نمیخوام بدونم. دیگه برام مهم نیست. دلم برا تنگ شده بود دنی. دیگه گذشته برام مهم نیست، فقط الانه که برام اهمیت داره.
سلام رئیس. موضوع چیه؟ اون شماره تلفن برای یه کار بوده. شماره یه واسطه عوضیه که مزدورا رو برای کار میفرستاده 4 گوشه دنیا. بیا تو. الو. سلام دنی. این شماره را از کجا دزدیدی؟ بس کن دنی. به صلاحیت حرفه‌ای من توهین نکن. چی میخوای؟ مأموریتت به مشکل برخورده. مأموریت من تموم شده. نه، تو یه نفر رو اشتباهی کشتی. هنوز یکی دیگه مونده. در این صورت اونا پولمون رو نمیدن و منم 10% خودمو میخوام. نه، کاری که باس میکردم انجام اینا رو دادم. به شیخ بگو. اون تو لندن با پسرش منتظرته. قبل از اینکه جوابو بدی یه سری به نامزدت بزن. What are you doing? Come to bed. Come with me, Anne. What? To Paris. You can wait for me there while I'm in London. Leave tomorrow. Nothing's keeping you here, right? It's the middle of the night. Anne, You can't... Anne, they know about you Who knows about me? and about us. When will this be over? Soon. If all goes well. It will, won't it? دنی، 4 چشی مراقبش باشه. گوش کن، این کارو تنهایی انجام نده. چاره ندارم. دیویس و مایر همیشه باهات بودن. زود باش سوار شو بریم لندن و کارو تمام کنیم و زود برگردیم. ببین ما با هم قرار گذاشتیم، یادت نیست؟ یعنی چی؟ یعنی من هیچ کاری نباید بکنم، بمونم اینجا و بچه داری کنم؟ من میخوام آن در امنیت کامل باشه. تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد سخرف دارم. نگو. شما دو میتونی با هم فرار کنیم. همه رو بریم یه میشه جای پیدا دیگه. کرد. خودت بهتر میدونی. تو داری خودتو به کشتن میدی پسر. این کارو برام میکنی؟ داری منو دست به سر بکنی. به لندن خوش آمدید. متشکرم.
پدرت بگو اگه دوباره نامزد منو تهدید کنه کارش تمومه. هریس خلبانه. تو فیلم اعترافش گفت یکی دیگه برادرم کشته. میخواست گولمون بزنه. اون فکر میکرد داریم باهاش شوخی میکنیم. این کتاب تازه منتشر شده. یه افسر SOS رو تشریح کرده که چطور برای کشتن رهبر شبه نظامی ها کمین زده بودن. هریس حسیبو نکشته. تو اسمشو به هم دادی. خودت گفتی اون گناهکاره. بیچاره بدشانسی آورده. نه بدشانسی نیورده. تو باعث شدی من و مرد بی گناه بکشم. تو کتاب اعترافات قاتل واقعی هست و پدرم میخواد. میدونم پدر چی میخواد. من تمام اطلاعات رو درباره فاینز میخوام. آره افسر سابق SOS. خیلی خوب بگو. فاینزو گیر آوردن. اون هنوز درگیر کتابشه. یه مصاحبه مطبوعاتی داره. روز سه‌شنبه. سه‌شنبه. زمان زیادی نداریم ولی سعی میکنم افراد رو جمع جور کنم. نه من تنهایی انجامش میدم. دنی تو مطمئنی؟ خرجش چند تا تلفنه؟ لابد مطمئن. همونطور که حدس میزدم بالاخره پیدات شد. میدونستم پیدات میکنم کثافت. میتونم اینجا بشینم؟ تنها به نظر میای. شما دوست دنی هستی؟ همون هانتر معروف؟ چیزای خوبی ازم گفته؟ اینجا چه کار میکنین؟ شما رو بپا. شما باید الان با اون باشین. سعی کردم ولی قبول نکرد. خواست از شما مراقبت کنم. به نظرم به مراقبتم احتیاج داری. از چی؟ از خودتون. داریم فکر میکنی ممکنه بر نگرده و بعد چی میشه؟ نه من زن دارم اینجوری نگام نکن. من و دنی این کف دستمون هم دیگر رو میشناسیم. سلین همسرم و دوتا دخترم عاشق دنی هم. حتی حیوانام دنی رو دوست دارم. مطمئنم دنی به خاطر شما برمیگرده و وقتی برگشت شما اونو از من میدوزی. درسته؟ اینو از کجا میدونین؟ گارسون. بله آقا. 2 تا قهوه مامان بی زحمت. باید با این سرکار خانم کلی مصاحبه کنم. خیلی خوب رئیس اومد. بچه‌ها محرم خیلی حرفه‌ایه. کارش عالیه. کوچکترین خطری حس کنه فرار میکنه و اگه گیر بیفته تا آخرش میجنگه. ولی حالا هدف ثابت ماست. امروز باید کارشو تموم کنه. خیلی خوب همتون که قوانین رو میدونید. امروز قانونی وجود نداره. رئیس طرف پیدا شد. میتونید ببینینش. به احتمال زیاد باید خودش باشه. شنیدم بابا. از راپله خدمه داره میره بالا. تو موقعیتتون نمونیم. بذاری میفهمیم.
گیرش انداختیم. بمبای زنده بود به پینان. من نیومدم دست بهش نمیزنی. همینجا برم. تکون نخوره عوضی آشغال. قبل از اینکه خفه شه کلاشو وردی. کثافت. دستا بالا. برو کنار دیوار. باشه عصبانی نشو. اون فاینیزو کشته رفته بالای پشت بوم. پیرک برو سمت پشت بوم. داریم میاییم رئیس. برو سریعتر. باش داره میره. بجام. پیرک بهتر صدا در نیاد. اثری ازش نیست رئیس. بیرون از ساختمونم دارم میبینم. غیب شده. تکون بخور تا یه گوله حرومت کنم. زود باش تکون بخور. برو تو. برو. موتور رو نکشت. این برای کمپل. این هم برای گرگ. خیلی خوب کافیه. تازه شروع کردیم. سربندشو وردنی. شما بریم بیرون بچه. یه چیزی هم برای ما نگه دار رئیس.
فایننس چرا هنوز زنده است؟ برای چی نکشتیش؟ تو میکشتیش؟ فکر میکردم شما جزو آدم خوبه هستی. تو کی هستی؟ برای کی کار میکنی؟ من و تو خیلی شبیه همین. جدا؟ اینطور فکر میکنی؟ ولی تو با دستای بسته رو صندلی نشستی و من اینجا با یه اسلحه جلوت وایسادم تا اینکه بهم بگی اصلی ماجراهای لعنتی چیه؟ بود؟ فکر میکنی تموم شده؟ یکی دیگری میفرستن. بالاخره دوستت فاینز میکشن. زود باش ماشه رو بکش تا اونا فاینز رو بکشن. تا نکشنش ولکن نیستن. من جلوی تو رو گرفتم، جلوی اونا رو میگیرم. چون من نخواستم بکشمش ولی اونا میکشنش. کافیه اینو بدی بهشون تا ماجرا تموم بشه. اون دوربینو چطور؟ یه مدرکه ثابت میکنه اون مرده. تنها راهیه که میتونی نجاتش بدی. بذار من برم تا بگم کی پشت این ماجراست و چطور میتونی پیداش کنی. خیلی خوب، میتونی بری. حاکم صحرا رو میشناسی؟ میتونی اونجا پیداش کنی. چرا؟ آره درسته. اونا 3 تا پسرشو کشتن. نه. ما آدمای خوبی هستیم نه؟ بندازش. برو تو. Beside him. روی زانوات. تورم فروختن. میدونی اون چه که مسلمه شما فقط به فکر جنگیدن هستی ولی هیچ وقت نمیدونین دارین برای چی میجنگین. Or who? هیچ وقت تصویر کامل رو نمیبینی. این تو بودی که فروختنت. اسپاک به خاطر سماجتش کنار نمیکشید. ملکه و دولت فخیمه انجمنهای مخفی رو نمیپسندن، به خصوص اگه سر راهشون قرار بگیرین. اون وقت میدونین چقدر نفع از اون صحراهای خشک و خالی میشه بیرون کشید؟ میدونین رقم قراردادها چقدره؟ ارزش زندگی 3 تا انسان. کاملا درست. ما قاتل رو تحویل میدیم و پسر 4م برمیگرده وطنش و وقتی شیخ قرارداد امضا کنه سود قابل ملاحظه‌ای گیرمون میاد. درست میگم؟ یه پس فطرت رسمی. یه میهم پرست به مملکتش خدمت میکنه، همونطور که اون 3 نفر با مرگشون این کارو کردن و حالا تو هم این کارو میکنی.
درسته خودشه. دنی ممکنه بتونه خودش رو از ما قایم کنه، ولی مطمئنم به خاطر این دختر هر طور شده برمیگرده. اون با 6 میلیون دلار برمیگرده، ولی دختره سر جاش نیست. اگه 10% من به باد نمیرفت کاری باش نداشتم. رئیس کلکشو بکن. مسئله شخصی نبود، موضوع کار بود. تو بازی مونددی. منم مهم نیست چرا، ولی اگه لازم باشه یه عوضی رو بکشم اون تویی. بازی تموم شد. میدونه که من صدمه‌ای بهش نمیزدم. من فقط سهمامو میخوام. چاره جز استفاده از اون نداشتم. اگه موی دماغشون بشی بالاخره پیدات میکنم. یادت نره هر کسی رو میشه پیدا کرد، حتی تو رو. حالا با اون عکس‌ها رو برسونی به شیخ تا همه چی به خیر و خوشی تموم بشه. درسته؟ خب برای همین اینجا. ولی تو چی؟ بچه داری تموم شده آقا پسر. کی گفته؟ من میگم اونجاش امنه. حالا تو به مراقبت احتیاج داری. بس کن. آخرین بار با پای خودت افتادی تو تله، ولی این دفعه نمیذارم بیفتی. من به نامزدت قول دادم که حتما برمیگردی پیشش. بهت گفتم مراقبش باش، نه مصاحبه کن. اون انقدر مهربان و خوبه که نمیشه باهاش حرف نزد. اون کاملا لقمه دهن توه. ببینم اون چیزی میدونه؟ یکم. ها، در اون صورت زندگیش میشه مثل لیسیدن عسل از روی خار. خب یعنی چی؟ یعنی روزای خوب هست، روزای بدم هست. این اواخر که نصیب ما از زندگی فقط خار بوده. پس باید تمومش کنیم. من کاملا هواتو دارم. اگه مشکلی برات پیش بیاد دخالت میکنه. شیخ هم میخواد ماجرا تموم بشه، فقط عکس‌ها رو بهش میدم و برمیگردم. جدی؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. امیدوارم خدا صداتو بشنفه. بهت نگفتم هیچ حرکتی نکن باشه؟ تو کی هستی؟ چی میخوای؟ این برای پدرته. باید مطمئن باشم به دست خودش میرسه. اینا رو به قبیلم نشون بده. بذار بفهمن من چی کار کردم. راستی برای پدرت یه پیغام دارم. اون هنوز زنده است. اون دوتا عکس قلابی هم. ماجرا با همونجا تموم میشه.
برام مهم نیست. باید چیکار کنم؟ ها؟ برم تو اون صحرای لعنتی؟ ها؟ چیزی رو فراموش نکردی؟ صبر کن همونجا بمون. یه چیزی اینجا مشکوکه. تو میبینیش؟ آره میبینمش. بکنم جا رو اشتباه کنم. من کسی رو نکشتم، فقط ماشین از کارم. بازم تو؟ تو قصر شیخ چه اتفاقی اونجا افتاد؟ اون منتظر یه پیغام از طرف تو بود، ولی من به جای تو این کار کردم. بعدش؟ تو چی فکر میکنی؟ پسرش از مرگ پدرش اصلا ناراحت نشد. اون قصد نداره برگرده صحرا، پس قرارداد نفتی هم در کار نیست. همش به خاطر هیچ و پوچ بود. اینطور فکر میکنی؟ و اما برنده بازی از همه چی به خاطر این بود، آره تمام شر و شورا به خاطر پوله. تو اینو نمیفهمی. برش ندار. مطمئنی؟ برش ندار. این بابت بازنشستگی میدن. اگه اونو بکشی دیگه هیچ وقت نمیتونی برگردی لندن. تو دیگه کی هستی؟ من کی هستم؟ من دنیایی از تجربه هم. میخوای کجا بری؟ چی کار کنی؟ تو همیشه به این نیاز داری. اسم جدید، مدارک جدید، لیست جدید. اینا خرج داره جونم. خودت میفهمی. بقیه‌اش هم سگ خور مال تو. نمیتونی بزنی به چک، گیر میافتی. هیچکی فرار نمیکنه. نه تو نه من، هیچ کدوم. اون پیرمردی که کشتی یه روز به هم گفت جنگ هیچ وقت تموم نمیشه مگه اینکه دو طرف بگن تمومه. از نظر من تمومه. بخوای منم بگم تمومه و همه چی به خیر و خوشی تموم میشه؟ انتخاب با خودته. وقتی چشمم اینجوری شد اونا گفتن جنگ برام تموم شده، ولی من بهشون گفتم برای من نه. و حالا همینو به تو میگم. پس ادامه بده. حالا کجا میخوایم بریم؟
چطور؟ میخوای به همون سر بزنی؟ کی میدونه، شاید. پس بیا، منتظرت میمونیم. از فرودگاه یه تاکسی برات میفرستیم. تو آن فریزر نیستی؟ همونی که موهای قرمز و پرپشت داره؟ تو دنی برایس نیستی؟ همون پسری که فرار کرد؟ آره، ولی برگشتم. داری کجا میری؟ خونم. منم همینطور. میخوای با هم بری؟ رانولف فینس در سال 1991 کتابی با نام مردان بالدار منتشر کرد. یک کتاب غیر تخیلی که مبنای این فیلم قرار گرفت. این کتاب با مخالفت‌های زیادی روبرو شد و مقامات دولتی ادعاهای آن را رد کردند. تا به امروز دخالت نیروهای SAS در صحرا در طبقه بندی بسیار محرمانه در وزارت اطلاعات بریتانیا پنهان مانده است. سرنوشت هانتر و دنی برایس هیچگاه معلوم نشد، ولی بعداً چنین عنوان شد که به دست مأمورین اطلاعاتی بریتانیا به قتل ارائه شده توسط وبسایت تاینی موویز.